در زمانهای باستان وقتی که احضارگران مردگان علیه تمام موجودات زنده اعلان جنگ کردند، نیروهای امپراتوری و اژدهایان با هم متحد شدند. یک پیمان مقدس بین اژدهایان و تعدادی از افراد پاکدل برقرار شد. اما در میان خاکستر پیروزی حسادت قدرت گرفت و امپراتور جدید اژدهایان را شکار کرد. اونها را زندانی و انسانهایی رو که با اونها همدست بودند رو سرکوب کرد. محافظ اژدها، سرپرست گویندگان مجید خراسانی، دوبله و پخش پیشتاز مووی.